سلام و درود خدمت شما دوستان و بیننده های عزیز. امیدوارم در هر گوشه از این کره خاکی که هستید جور و صحتمند باشید، دلتان شاد و بدور از غم و غصه ها باشد. عزیزان بیننده، سفری داشتم به ولایت باستانی بامیان. خواستم ویدیوی کوتاه تقدیم نگاه گرم شما عزیزان بکنم. امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. عزیزان بیننده، لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید و ما نیازمند حمایت شما عزیزان هستیم. این شما و این ولایت زیبا و باستانی بامیان. دوستان عزیز، بجاست که اینجا مختصر معلومات درباره بت‌های بامیان خدمت شما عزیزان ارائه نمایم. دو مجسمه بزرگ بامیان به نام‌های سلسال و شمامه یاد می شوند که هر یک به ارتفاع 53 متر و 35 متر می رسد. شمامه در سال 507 میلادی و سلسال در سال 554 میلادی ساخته شده اند که در سال 2001 مطابق به 1379 هجری شمسی تخریب گردیده اند. قبل از تخریب این مجسمه ها از بزرگترین مجسمه های روی زمین بوده و یکی از بهترین گزینه و اصلی ترین گزینه گردشگری افغانستان به حساب می رفته بوده که متاسفانه حالا پابرجا نیست، با آن هم زیبایی خود را داره و نقطه گردشگری افغانستان به حساب می آید. دوستان عزیز، قسمی که در تصویر می بینید این اتاق ها مربوط به همان دور و زمان می باشد که گفته می شود اتاق ها مربوط راهبا و کارکنان همون دور و زمان بوده و ده ها همچون اتاق در دامنه این کوه ساخته شده و این مغاره ها گفته می شود مربوط به
کارکنان و راهبای همو دور و زمان بوده است. خب دوستان عزیز، اینجا شهر بامیان است، شهر کوچک ولی همه چیز پیدا میشه. دارای مردم با فرهنگ، مهمان نواز و همچنان مردم آگاه و دانسته هستند. دوستان عزیز، این شهر از امنیت کامل و 100% برخوردار است. عزیزانی که قصد سفر دارند حتما بیایند. خب بیننده های گرامی، در قسمت آخر این برنامه رسیدیم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتان نرود. تا دیدار بعد، بدرود.